رئیس ولایت محترم قربان حکیمزاده و فرزندان، اهل خانواده، برادران، خویش و اقربا، دوستان و همپیشگان و کل علاقمندان هنر ناتکرار هنرپیشه خلقی تاجیکستان، حجمنگار شناخته تاجیک و سردار ریاست فرهنگ ولایت ختلان عبداللهزاده علاءالدین بیان می نمایم. در حقیقت عبداللهزاده علاءالدین یکی از هنرمندان کسبی تئاتر تاجیک، حجمنگار شناخته و سربیننده ترین بوده. خدمتش در رشد ساحه فرهنگ ولایت ختلان و جمهوری بسا بی‌نظیر است. در مرحوم 15 می سال 1265 در شهر باختر به دنیا آمده. شهروند فخری همین شهر بود. با هنر ناتکرارش نه تنها در میان ساکنان ختلان زمین بلکه کل مردم تاجیکستان و تاجیکان برون مرزی محبوب و معتبر گردیده است.